الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. خواهر موحده بارک الله فیها از ما سوال کردند که در مورد گیپنوز در بعضی فیلم ها نشان داده می شود فولک شو یا که گیپنوزچی ها ایشان می دهد. البته مثل مسخره اگر آنها را تماشا کنیم مثل یا که گوش دادن 40 ساله یا که 40 روزه البته نمازمان قبول نمی شود. یعنی سوال کردند که اگر این سحر جادی که در یوتیوب هست، در بعضی کینوها، در بعضی فیلم ها سحر جادی، فیلم های سحر جادیگی هست، اگر همین را ما مشاهده کنیم آیا حدیث آمده است که 40 روزه نماز ما قبول نمی شود؟ البته خواهر موحده بینهایت سوال قوی کرده است. البته سوال بینهایت به مورد خوب است، خصوصا در این روز بینهایت این سوال ضرور است. اولا حدیثی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند من قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اتى عرافا او کاهنا لم تقبل له صلاة 40 یومه. هر کسی که به نزد عراف و کاهن رود و چیزی که میگوید گوش بکند، تسمع ما تقول در بعضی روایات آمده است 40 روزه نمازش قبول نمی شود. اگر حدیث دیگه آمده است که هر کسی که پیش عراف و کاهن یعنی پیش فولبین، پیش ساحر، گیپنوزچی رود، گفته اش رو تصدیق کند، گفته اش رو گوش کند و تصدیق کند، فقط کفر بما انزل محمد صلی الله علیه و سلم، کافر می شود. سبحان الله. یا اما اگر رود گوش کند، فقط به همین گوش کردنش و گپ وی رو دیدنش، مشاهده کردنش، نماز 40 روزش قبول نیست. باید نمازش رو خواند. نمازش رو نخواند کافر میشد. باید نمازش رو خواند اما نمازش به ثواب است. ثوابش یعنی ثواب نمازش قبول نمیشود، به ثواب است. سبحان الله. پس آیا این حدیث به فیلم هم دلالت میکند؟ البته اگر انسان خوب دقت بدهد، امروز شرط نیست که شما به نزد فولبین روید، شرط نیست که به نزد جادوگر روید، به خانه اش روید. امروز به یوتیوب کشید، فولبین ساحر را خوب مشاهده کنید، به همونها باور کنید، به گفته ها که سخن هایی که فولبین و ساحر میگوید گوش بکنید، همون فیلم هایی که فیلم های ساحری و فولبینی است ببینید. البته 40 روزه نماز انسان قبول نخواهد شد. سببش چی؟ سببش این است که روزی از روزها انسان را به همین کفر میبرد. یگان کفریاتش را میبینید، به همین سبب کفریاتش شما باور میکنید، به دروغایی که میگد باور میکنید، یگان پیشگویی که میکنید باور میکنید، یگان حادثه در فیلمش البته بعضی دروغایی که نشون میدهد، غیبایی که میگوید به هم باور میکنید. اعوذ بالله. این انسان را به کفر میبرد. انسان باید از این چیز به نهایت دور باشد. و البته ساحر را در بنزدش رفته دیدن یا سخنش رو گوش کردن یا که در یوتیوب دیدن یا که با تلفن گفتی وی رو گوش کردن یا که در فیلم دیدن، همیشه حکم دارد. انسان باید از همه این پرهیز بکند، خصوصا در این روز. البته از این فیلم ها خودداری بکند و پرهیز بکند.